درود بر شنوندگان عزیز. ما در این برنامه بران شدیم تا به بازخوانی و تحلیل برنامه 100 روز اول دوران گذار که توسط پژوهشکده ققنوس تهیه و تدوین شده است بپردازیم. آنچه مهم است، هدف نخست ما در توضیح ابعاد مختلف پروژه ققنوس علاوه بر افزایش آگاهی، مقابله با هراس‌افکنی رژیم اسلامی درباره دوران گذار و الغای هرج و مرج در آن دوران است. در ادامه به قسمت 6 ققنوس می‌پردازیم با تحلیل بیژن نامدار. خب دوستان، هدف از پروژه پرداختن به پروژه ققنوس و تئوریزه کردن برنامه‌های پروژه ققنوس این هستش که مقابله بکنیم با ترس افکنی که جمهوری اسلامی در جامعه انجام میده. میدونیم که یکی از راه‌های جنگ روانی که جمهوری اسلامی سالهای سال هستش که داره به اون میپردازه و توش واقعا حرفه‌ای هست و توش موفق هم بوده، ترس از تبعات تغییر رژیم هست و مدام این رو تکرار میکنه که اگر جمهوری اسلامی بره هرج و مرج میشه، اگر جمهوری اسلامی بره تجزیه اتفاق میفته، اگر جمهوری اسلامی بره بدتر از اینها میاد و با ترس افکنی و هراس افکنی در جامعه سعی میکنه که مردم رو دچار انفعال بکنه و اون داستان به اصطلاح اون بیعملی آموخته شده رو در واقع توسعه و ترویج بده. ما هدفمون از پرداختن پروژه ققنوس و توضیح دادنش این هستش که بیایم مقابله بکنیم، بیایم ترس زدایی بکنیم از جامعه پیرامون اثرات و تبعات تغییر رژیم، که بیایم تدوین کنیم برنامه‌های اجرایی که توی این پروژه 100 روزه بهش اشاره شده. تأکید کنیم که هیچ گونه، همونطور که بارها اعلیحضرت فرمودن، هیچ گونه خلأ قدرتی در فردای براندازی اتفاق نمیفته. ایجاد و الغای حس امنیت روانی توی جامعه ناشی از قبض و بسط قدرت در دوره پس از جمهوری اسلامی با تشکیل و استقرار دولت موقت میتونه از اهداف عالیه این پروژه باشه که ما وظیفه داریم دوستان، وظیفه داریم راجع به این حس امنیت از شغل، امنیت اجتماعی، امنیت غذایی، اینها رو توسعه بدیم در ایران، گفتمانش رو ایجاد بکنیم، شرایطش رو، بسترش رو برای همه کس فهم شدن این موضوع به اصطلاح مطرح بکنیم. بگیم که آقا ما برنامه داریم برای بیمه کردن پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها، ما برنامه داریم برای مدیریت زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی و دارو، برنامه داریم برای جلوگیری از سقوط آزاد ارزش پول ملی، برنامه‌ها و اهدافی داریم، اقدامات آتی که بعد در نظر گرفتیم برای بحث واکنش اضطراری به مسائلی که میتونه منتج به ورود مثلا اسلحه یا نیروهای مسلح از مرزهای کشور بشه به داخل کشور و برای تمام اینها ققنوس برنامه داره. در نتیجه ما برنامه ققنوس رو به عنوان یک برنامه جامع مدیریت واکنش اضطراری 100 روزه پس از براندازی مورد بررسی قرار میدیم. این برنامه ققنوس همونجور که قبلا توی 5 جلسه قبلی باهاتون صحبت کردم 6 عرصه کلیدی داره. عرصه‌های کلیدیش عبارت بود از لوجستیک و مدیریت، اقتصاد، پزشکی و سلامت، امنیت و عدالت، سیاست خارجی و رسانه و ارتباط همگانی. 18 عرصه اساسی هم داره که اون 18 عرصه اساسی برای فعالیت دولت موقت هستش. توی لوجستیک ما صحبت کردیم که چه چیزهایی رو تحت کنترل میگیریم و همینطور توی مراحل مختلف. امروز رسیدیم به قسمت آخر که قسمت مهمی هم هست تحت عنوان رسانه ها. دوستان، در قسمت رسانه در برنامه 100 روزه پروژه ققنوس برای مدیریت اضطراری ما اولین مسئله‌ای رو که باهاش مواجه هستیم کنترل رادیو و تلویزیون هستش. بدون کنترل فوری رادیو و تلویزیون احتمال داره که رادیو و تلویزیون به دست خرابکاران یا گروه‌های
غیر مجاز بیفته و از طریق ارائه اطلاعات غلط و دیس انفورمیشن باعث ایجاد هرج و مرج در سطح جامعه بشن در دوره انتقالی. استراتژی که ما در ققنوس در نظر گرفتیم این هستش که بیایم یک تیم حرفه‌ای رسانه‌ای رو مستقر بکنیم بلافاصله در صدا و سیما که اون تیم بتونه کنترل رادیو تلویزیون و امکانات رو بلافاصله انجام بده و با ایجاد یک ثبات در تولید و پخش برنامه‌هایی که در راستای سیاست‌های دولت موقت هستش اطلاعات رو توزیع کنه در سطح جامعه. شورای مدیران رو تشکیل میدیم از افراد مجرب و قابل اعتماد و همینطور از کارکنانی که پیوستند به روند انقلاب و خب میدونیم تو قسمت امنیت ما بهش پرداختیم که افراد رو از چک‌های امنیتی عبور میدیم از طریق سیستم‌های امنیتی که داریم و بلافاصله بعد از اینکه وارد کشور شدیم اونها مستقر میشن در ارگان‌های مختلف. بحث اطمینان از منابع اجرایی هست که کارکنان و بخش‌های مختلف رو با امکانات فنی و تدارکاتی ما تجهیز خواهیم کرد که تضمین بشه تداوم پخش برنامه‌ها و حفاظت از اماکن استراتژیک هم از طریق هماهنگی با کمیته آیسی و گروه مدیریت و استراتژیک هماهنگی‌های لازم برای استقرار نیروهای امنیتی و نظامی در اماکن حساس رادیو تلویزیون اتفاق میفته. ما بحث وقفه‌های کنترل نشده رو داریم، از موارد دیگه هستش که این وقفه‌های کنترل نشده به خصوص در موقعی که اختلال یا وقفه تو برنامه رادیو تلویزیون یا به طور کلی رسانه‌ها ایجاد میشه میتونه سردرگمی ایجاد بکنه. در نتیجه استراتژیمون انتصاب سخنگو هستش. میایم از چهره‌های معتبر و معتمد رو گزینش کردیم و بلافاصله اینها به عنوان سخنگو معرفی میشن تا اطلاع رسانی درست و پخش اخبار رسمی و برنامه‌های دولت و افکار عمومی از کانال اونها اتفاق بیفته. حمایت‌های ضروری برای تأمین زیرساخت‌های لازم رو ارائه میدیم و بعدش هم اجرای برنامه‌های اضطراری رو برای کاهش وقفه‌های احتمالی در دستور کار میذاریم. دولت موقت باید ارتباط تنگاتنگی با رسانه‌ها داشته باشه. این تعیین نیروهای قابل اعتماد برای به کار گرفتن این نیروهای حرفه‌ای و معتمد توی رسانه‌های مختلف خیلی مهمند که اینها رو بیاییم در ارتباط قرار بدیم با دولت موقت و به صورت، اگر خاطرتون باشه اعلیحضرت اشاره‌ای هم بهش کردن توی مصاحبه اخیری که داشتن، گفتن که ما یک مدلی مثل سی-اسپن در نظر داریم که ایجاد بکنیم در ایران. این پروژه ققنوس این قسمت دولت موقت و ارتباطات عمومیش ناظر بر همون برنامه‌ای هستش که مد نظر اعلیحضرت بود، یعنی اون سی-اسپنی که مد نظر اعلیحضرت بود و از این طریق با این استراتژی می‌خوایم بیایم و اجرا بکنیم. بحث نهادینه کردن بروزرسانی منظم برنامه‌ها با هدف حفظ شفافیت و تقویت حقانیت یا مشروعیت دولت موقت مد نظر هست. یک کارگروه اختصاصی ایجاد میکنیم که به صورت 24 ساعت 7 روز هفته از ژورنالیست‌های ارشد کار مدیریت ارتباطات بین دولت، مردم و جامعه بین‌المللی رو تا زمانی که یک پارچگی اطلاعات ایجاد بشه و تضمین بشه به عهده میگیرن. بحث گفتگو درباره دستاوردها از موارد دیگه‌ای هستش که مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اگر ما نتونیم دستاوردهای دولت موقت رو به موقع و درست و اصولی منتقل بکنیم به افکار عمومی، این فضا و این گپ در اختیار دشمنان روند دموکراتیک انتقال قدرت قرار میگیره که بتونن با شبهه افکنی افکار عمومی یا اذهان عمومی رو مشوش بکنن. در نتیجه برامون خیلی مهمه که انتشار اخبار پیشرفت‌های مهم رو مثل اصلاحات قانونی، بهبود اقتصادی، مراودات دیپلماتیکمون
که در عرصه بین‌المللی اتفاق میفته رو به طور منظم بیایم در قالب بخش‌های خبری یا پخش در پلتفرم‌هایی که مورد استفاده مردم هستش توسعه بدیم. بحث تسهیل همکاری رسانه‌ای از طریق ترویج همکاری بین رسانه‌های تازه تأسیس هستش و همچنین کمک به کار گرفتن کارمندای متخصص و مجرب که از رژیم قبلی به اصطلاح بریدند و قصد دارن که بیان با دولت موقت همکاری بکنن. در همکاری به روی اینها باز هست. گفتم بعد از اینکه سکیوریتی چک انجام میشه اینها میتونن بیان و در خدمت دولت موقت برای استقرار یک نظام ملی کمک بکنن. بحث افزایش شفافیت رو ما در پروژه ققنوس در نظر گرفتیم که این رو به منظور پاسخگو نگه داشتن مردم و همینطور پاسخگو نگه داشتن رهبران رژیم سابق برای اعتماد سازی بین افکار عمومی بسیار بهش توجه میکنیم. اگه خاطرتون باشه توی بحث دادگستری ما به ایجاد روندهای شفاف و آکواریومی برای دستگیری و محاکمه سران رژیم یا افرادی که دست در خون مردم داشتن در دوران رژیم گذشته روش تاکید کردیم تو پروژه ققنوس و گفتیم که بخشی از پروژه عدالت اجتماعی ما و دادگستری ما همین بحث شفافیت قضایی هستش و شفافیت رو در مراحل مختلف ما جلو خواهیم برد. مورد بعدی مد نظر در پروژه ققنوس اصلاحات در رسانه ملی هستش. ما باید وابستگی‌های افراطی سیاسی و ایدئولوژیک رو که بین کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده که میتونه همراه با خرابکاری‌های احتمالی توسط همین عوامل باشه رو شناسایی بکنیم و مانع بشیم از انتقال و تبدیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی به یک رسانه ملی. در نتیجه باید اون پالایشی که عرض کردم خدمتتون اتفاق بیفته. از طریق بسیج نیرو بیایم تشویق کنیم بیش از 500,000 کارمند رادیو تلویزیون رو برای حمایت از دوران انتقالی، برای اینکه تطبیق بدن نقش و مسئولیت‌های خودشون رو برای همسویی با وضعیت جدید و منطبق بکنند اهداف رسانه‌ای رو بر اهداف دولت موقت. بحث اصلاحات ساختاری از طریق حذف قوانین محدود کننده مثل کدهایی که برای پوشش اجباری برای کارکنان زن و مرد هستش و همینطور استقلال حرفه‌ای کارمندا برای اینکه بتونیم یک فضای برابر ایجاد بکنیم و یک فضای ژورنالیستی در رسانه ملی ایجاد بکنیم به شدت مورد توجه ما هستش در پروژه ققنوس. و همینطور به کار گرفتن بخش خصوصی، یعنی اینکه بیایم بخش خصوصی رو تشویق بکنیم که فعالیت رسانه‌ای بکنه. همینطور این بخش‌های نیمه دولتی که در حال حاضر دارن کار میکنند رو بیایم تشویق بکنیم که رسانه‌های متنوع و کثرت‌گرا در سراسر کشور ایجاد بکنن. بحث خبرگزاری رسمی ایران هست که یک خبرگزاری سراسری است اما پراکنده، میتونه به صورت مغرضانه حتی بعضن اون لکه هایی از رژیم که در این خبرگزاری کار میکنن ممکنه بیان خرابکاری ایجاد بکنن، نشر اخبار دروغین بدن. به هر حال اینها باید به صورت ضربتی شناسایی بشن. استراتژی ما ایجاد یک خبرگزاری سراسری رسمی هست تحت عنوان ایران پرس ایجنسی، خبرگزاری رسمی ایران که متعهد به شفافیت و آزادی بیان و پاسخگو در برابر مردم باشه. این رسانه منبع و مأخذ اخبار رسمی کشور هستش. رسانه‌های دولتی دیگه بحث تضمین آزادی سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه و نهادهای لشکری و کشوری رو به عهده دارند که اونها رو هم باید به طوری تحت نظر قرار بدیم که افراد معتقد به آرمان‌های دولت موقت و آرمان‌های حقوق بشری و آرمان‌های اساسی انقلاب ملی ایران در اون مشغول به کار باشن. در بحث رسانه‌های چاپی و مطبوعات که حالا خیلی
هم بردی به اون صورت ندارن، اما رسانه‌های دیجیتال ما خیلی باید دقت بکنیم، حواسمون باشه که استفاده بدون نظارت از این پلتفرم‌های دیجیتال میتونه بحث میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن رو ایجاد بکنه. اما استراتژی ما تضمین آزادی مطبوعات هست و دسترسی بدون فیلتر به اینترنت. ما قائل به این هستیم که در صورتی که روندهایی رو که در بالا بهش اشاره کردیم به خوبی اجرا بکنیم، راه رو بر بروز شرایط توسعه اخبار فیک یا فیک نیوز، اخبار نادرست میبندیم به خودی خود. اون آزادی مطبوعات خودش میتونه شرایط رو برای پالایش اخبار نادرست از اخبار درست فراهم بکنه. یعنی به صورتی مد نظر هستش که یک خودتنظیمی در سیستم اتفاق بیفته با حداقل نظارت از سوی دولت مستقر. آزادی بیان بتونه خودش شرایط رو برای خود به اصطلاح تنظیمی ایجاد بکنه. این خلاصه ای بود از برنامه 100 روزه نخست دوره گذار که عرض کردم خدمتون یک برنامه اضطراری برای مدیریت کشور هست. ما در 5 قسمت قبلی برنامه ها رو همینطور سعی کردیم بشکافیم. یک سری از برنامه‌مون طولانی تر بود، یک سری ها کوتاه تر بود، بسته به مطالبی که توش مطرح میشد. خوشحال میشیم که هم اونایی که گوش نکردید رو گوش بکنید، اگر نظری، نقطه نظری، چیزی دارید به ما منعکس بکنید. و اینکه در مورد این برنامه اگر هر سوالی یا نظری اگه دارید من میشنوم و میتونیم از الانم وارد یک بحث آزاد بشیم توی اسپیسمون. مرسی از توجهتون. من فکر میکنم که شناسایی پروژه ققنوس از این بابت که ما رو اطمینان خاطر بهمون میده که در فردای براندازی هیچ خلأ قدرتی اتفاق نخواهد افتاد و تمام روندهای اداره کشور نه در سطح گذشته بلکه بسیار بهتر از گذشته، حتی دقیقاً 1 روز بعد از براندازی همه دوباره شروع میشه و هیچ وقفه‌ای در سیستم خدمت رسانی، یعنی تو بخش خدمات و تولید اتفاق نخواهد افتاد بر اساس اون پیشبینی‌هایی که شده و در برنامه‌های قبلی ققنوس هم عرض کردم خدمتتون. این آرامش خاطر رو به همه ما و به همه بچه‌هایی که داخل کشورن میده که بدون ترس از این که نکنه یه وقت مشکلی در زندگیشون و در معیشتشون اتفاق بیفته، این دعوت اعلی حضرت رو بهش توجه بکنن، در واقع لبیک بگن و شروع بکنیم از امروز برای انقلابمون، برای انقلاب ملیمون هر کدوممون یه قدم مقتضی رو برداریم تا هرچه زودتر بتونیم دست این اهریمنان دژخیم رو از آب و خاک میهنمون کوتاه بکنیم و هرچه زودتر بتونیم این کار رو بکنیم جلوی اتلاف منابع انسانی و منابع ملیمون رو گرفتیم. من دیگه عرضی ندارم. حالا اگر دوستان صحبتی دارن جنبندی پایانی رو بکنن در خدمتون هستم. ما روزهای 3 شنبه و 5 شنبه با نبض روز مهمون شما هستیم. خوشحال میشیم که همیشه کنار همدیگه باشیم، تبادل نظر بکنیم. دوستان هیچ چیزی مثل تضارب آرا، افکار، عقاید و اندیشه ها به توسعه گفتمان پادشاهی خواهی کمک نمیکنه و از برآیند این تضارب آرا و افکار هستش که همیشه بهترین ایده ها بیرون میاد و بهترین روش ها استخراج میشه و اتحادمون محکمتر میشه. این اتحاده رو خیلی جدی بگیرید. بزرگترین دستاورد 1 هفته گذشته برای ما اتحادی بودش که به دست آوردیم. همتون رو دوست دارم، دست همتون رو به گرمی میفشارم. پاینده ایران، جاوید تا ابد، شاه.
شب و روزتون خوش در هر کجای دنیا که هستید. پاینده ایران، جاوید شاه.